سالها پیش در یکی از روستاهای قدیمی خراسان، زنی جوان پس از زایمان در خانه‌اش تنها مانده بود. مادرش برای آوردن آب به چشمه رفته بود و چراغ نفتی کم نور در اتاق سوسو میزد. ناگهان صدای خشخش از پشت بام آمد. زن با ترس گوش داد. همه جا ساکت بود جز نفس‌های خودش و گریه آرام نوزاد. در تاریکی در اتاق بوی خاک نم زده پیچید. سایه‌ای در گوشه اتاق جمع شد و آرام شکل گرفت. صورتی استخوانی با دندان‌های بلند و چشمانی سرخ درخشید. زن به سختی توانست نفس بکشد. او می‌دانست که این موجود آل اصلیدی که در افسانه‌ها می‌گفتند سراغ مادران تازه‌زا می‌آید تا روحشان را ببرد. آل با قدم‌های آرام نزدیک شد. نوزاد ناگهان ساکت شد. این بار چیزی گلویش را گرفته باشد. زن جیغ کشید اما صدا در گلو گیر کرد. در همان لحظه صدای پای مادر از حیاط بلند شد. آل نگاهی سرخ به زن انداخت و ناگهان در تاریکی دود شد و ناپدید گشت. وقتی مادر وارد اتاق شد، زن هنوز لرزان بود و نوزاد در آغوشش بی صدا گریه می‌کرد. اما از آن شب به بعد هر بار که چراغ خاموش می‌شد، زن احساس می‌کرد و چشم سرخ از گوشه اتاق خیره‌اش هستند.